گلهای تازه، برنامه شماره 114 با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جواد معروفی و سیروس حدادی. شعرها از فریدون مشیری، آهنگ از فرهاد فخرالدینی، گوینده آذر پژوهش، صدا برداران محمد جهانفرد و ایرج فهیمی. عمر پا بر دل من می نهد و می گذرد، خسته شد چشم من از این همه پاییز و بهار. نه عجب گر نکنم بر گل و گلزار نظر، در بهاری که دلم نشکفد از خنده یار. بر دل من می نهد و می گذرد، کاروانی همه افسون همه نیرنگ و فریب. سالها باغ و بهارم همه تاراج خزان، سینه‌ام شعله ور از آتش غمهای غریب. دیدن روی گل و سیر چمن نیست بهار، به خدا بی رخ محبوب گناه است گناه. آن بهار است که بعد از شب جانسوز فراق، به هم آمیزد ناگه دو تبسم دو نگاه.
دل من چون پرستوی بهاری است، از این صحرا به آن صحرا فراری است. شکیب او همه در بی شکیبی است، قرار او همه در بی قراری است. دل من چون پرستوی بهاری است، از این صحرا به آن صحرا فراری. دل من چون پرستوی بهاری، از این صحرا به آن صحرا فراری است. شکیب او همه در بی شکیبی است، قرار او همه در بی قراری است، قرار او همه در بیقراری. دلم یک لحظه در یک جا نمانده است، مرا دنبال خود هر سو کشانده است. به هر لبخند شیرین
سپرده برای هر نگاهی نغمه خونده است، برای هر نگاهی نغمه خونده. دل عاشق گریبان پار خشته گریبان پار خشته به کوی دلبران آوار خشته غم دل با همه بیچارگی ها از این غم ها که داره چاره خوشته. چشمور کار ناز به من درس محبت یاد میداد مرا از یاد برد آخر ولی من به جز او عالمی رو بردم از یاد به جز او عالمی رو بردم از
نیست از این صحرا به آن صحرا فراری، شکیب او همه دروی شکیبی قرار او همه قرار او همه در بیقراری، قرار او همه در بیقراری. دل عاشق گریبان پر خوشته به کوی دلبران آوار خوشته، غم دل با همه بیچارگی های از این غم ها که دارد چار خوشتر، از این غم ها که دارد چار خوشتر. سیه چشمی به کار ناز استاد، به من درس محبت یاد میداد. مرا از یاد برد آخر، ولی من به جز او عالمی را بردم از یاد. عمر پا بر دل من می نهد و می گذرد، خسته شد چشم من از این همه پاییز و بهار. نه عجب گر نکنم بر گل و گلزار نظر،
در بهاری که دلم نشکفد از خنده یار. عمر پا بر دل من می نهد و می گذرد، کاروانی همه افسون همه نیرنگ و فریب. سالها باغ و بهارم همه تاراج خزان، سینه‌ام شعله ور از آتش غمهای غریب. دیدن روی گل و سیر چمن نیست بهار، به خدا بی رخ محبوب گناه است گناه. آن بهار است که بعد از شب جانسوز فراق، به هم آمیزد ناگه دو تبسم دو نگاه.
برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 114 بود که با همکاری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی در دشتی اجرا شد.